سلام دوستان، ما برگشتیم ویدیو و امروز پارت دوم و روز اول ساخت کلبه است. بریم برای انجام کار. این سوراخ‌هایی که کردم هر کدوم توش ستون میاد، اونجا مشخص نیست. خب میخوام اینجا رو تمیز کنم کامل، کثیفه دیگه، تمیزش کنم. اینجا همه بزنم بیل. 8 تا باید چوبا برداریم، حداقل 2 متری باشه. 2 متری باشه، نیم متر بره زیر، 1.5 متر بیاد بالا. حالا میتونیم یا همون 2 متر رو بیاریم بالا، چارچوبشو بسازیم و کیش کنیم. بریم که ببینیم چی میشه. خب الان باید یه چند تا چوب اندازه بزنیم. 2 متر 8 تا نمیخوایم، اندازه بزنیم. خب چوبا رو جمع کردیم، حالا بریم ببینیمشون. اگه تونستیم بکاریمش تو زمین تا یه جایی کنم بتونیم. خدا اینو هستم. میبینی که 3 تا پایشو کاشتم، یه پایشو دیگه بکارم، احتمالاً برای امروز بس باشه. بعدم برم فردا میخ و اینو بیارم، چارچوبشو بسازم. حداقل این پارت تموم نمیشه، فردا 2 روز میکنیم دیگه. چیکارش کنیم دیگه، امروز تجهیزات نداشتم. خب دوستان، امروز دیگه بس بریم و ببینیم چی کار کردم. دستم همه خاکی شده، چیزی نمیگی. فردا رو با من داشت. سلام دوستان، امروز روز دوم پارت 2 و با من همراه باشین تا بریم کلبه رو چارچوبش رو تموم کنم. من میخوام که این پایه رو بکنم و این یکی یکم بالا، خیلی کم بالاه نسبت به دست راستی، دست چپی یکم بالا، یکم بیاریم زیرتر. سیم مفتول رو بردم اینجا گذاشتم که الان استفاده کنیم. سیم مفتول.
دوستان خیلی خسته شدم ولی دیگه آخراشه. این شد کلبه ما تا اینجای کار. اینکه پارت بعد با بریم سقفش و دیواراش احتمالا که یکی درم داره اینجا، نمیدونم چپ راست یک شد دیگه میریم داخل. همه با سیم مفتول به هم زدم. اینجا این همش با سیم مفتول و میخ، بعضی جا میخ زدم بعضی جا نزدم. بله کلیات کار همینه بچه‌ها. منو همراهی کنین تا آخری که این کلبه تموم بشه. اینکه منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و حمایت کنید ازم.